درود به همه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام راجع به 2 تا چرخه صحبت کنم که به نظرم تو زندگی هممون هست. یه چرخه لذت و چرخه ناراحتی. اینکه چطور ما میتونیم توی چرخه لذت بخش باشیم تو زندگی یا اینکه نه توی یک چرخه ناراحت کننده تو زندگیمون باشیم. اینجوری شروع میکنیم. صبح از خواب بیدار شدی؟ امروز چه روز مزخرفی، یه روز دیگه باز باید باشم برم سر کار، باز باید با آدمای مزخرف سر کله زنم، با مشتری یا با همه چی با دعوا از خواب بیدار میشی، با ناراحتی از خواب بیدار میشی، وای میسی به زمین زمان فحش دادن. تو مسیر داری رانندگی میکنی میای، وای میسی فحش میدی به اون کسی که اومده جلوت، یا اینکه اون کسی که سر چراغ قرمز فقط کسری از ثانیه فقط تأخیر داره که حرکت نکرده، براش بوق میزنی فحشش میدی. اومدی سر کار، مشتری ناراضیه، به هر حال همیشه هم هستی، مشتری ناراضی همیشه هست تو کسب و کار و اینا، یا ارباب رجوعت اومده به هر حال، یا که خودت حتی ارباب رجوع هستی رفتی پیش یه کارمندی، وای میسی کلی ناراحتی کردن. برمیگردی میای خونه میبینی با پارتنرت مشکل داری، با زنت مشکل داری، با بچه‌هات مشکل داری، اخبار نگاه میکنی همش جنگه، همش مزخرفات، پس که قرار درست بشه درست نمیشه، زندگیمون تموم شد. همینجور این ادامه داره، همینجور این منفی ها همینجور تو زندگیت هست، تو زندگیت همینجوری منفی هست و اینا همینجوری اذیتت میکنه و اه، میخورتت، عمرت رو ازت میگیره، عمرت تموم میشه با همین سبک زندگی منفیگری. من یکی رو میشناسم، این کلن فحش از زبونش نمیافته، به همه چیز فحش میده و زندگیش هم واقعا زندگی نچندان خوشایندیه، واقعا زندگی جالبی نداره. از اون طرف یه سری آدم ها رو مثلا میبینیم صبح که از خواب بیدار میشه میگه خدای شکرت امروز یه روز دیگه است، یه چایی میریزه برای خودش میخوره، لذتش رو میبره، چایی بهش انرژی میده. همون آدم هم چاییه رو میخوره، ولی آدم قبلیه که ناسپاسی میکرد، کلی داد و بیداد میکرد، همون هم چاییه رو میخوره ولی لذتی نمیبره. یکی میره آرومتره، این آدم صبحش رو با آرامش شروع کرده، آرومتر هست، میره سر کارش، اگه مشتری ناراضی اومده باشه با آرامش برخورد میکنه، مشکلش رو حل میکنه. اگه ارباب رجوع باشه رفته باشه تو اداره جایی چیزی، با آرامش برخورد میکنه. من تایم خیلی زیادی درگیر بودم با اداره برای گرفتن یه مجوزی، نزدیک به 5 سال من توی اداره های مختلف من بودم، نه با یک اداره من سر کار نداشتم، من با اداره های خیلی مختلف سر کار داشتم. همیشه با آرامش با اون کارمنده صحبت کردم و همیشه هم کارم رو انجام دادن. کار منم یه کار خیلی سختی بود که مجوز دادن بهش خیلی دنگ و فنگ داشت. با 13 تا اداره من داشتم سر کله می زدم، یعنی دونه دونه اداره های موجود تو کشور من باید سر می زدم، ازشون مجوز می گرفتم و این یک پروسه 5 ساله شد. 5 سال تموم من تو اداره ها بودم. خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، ولی با آرامش مجوز رو در نهایت من گرفتم. اون کاری که میخواستم انجام بدم و من شروعش کردم. این آدمه ظهر که میاد خونه، آدم آرومی هست دیگه، صبحشو با یک ریزه شادی شروع کرده، یک ریزه اینکه خدایا شکرت که امروز هم شروع شد، امروز هم یک روز دیگه است، شروع کرده. وقتی که از همه اون مشکلات برمیگرده میاد خونه، اگه پارتنرشو ببینه، اگه همسرشو ببینه، میگه که خدا رو شکر خوب بود، خدا رو شکر گذروندمش، به هر سختی بود ردش کردم، رفت تمومش کردم. با بچهش آرومتره، زندگیش آرومتره و سپاسگزاری بیشتری ممکنه داشته باشه. نه اینکه الزاما بشینه بنویسه ها، همین که از زبونش هم میاد بیرون اوکیه. و چون آدم آرومی هست، آدم خوشبین تری هست،
بهتر تصمیم میگیره، مغزش احساس امنیت میکنه، مغزش نمیخواد بجنگه، مغزش دعوا نداره. این آدم یه آدم خلاقتریه. این آدم میتونه خلاقتر باشه، میتونه تصمیم‌های بهتری تو زندگیش بگیره و وقت تصمیم بهتری تو زندگیش بگیره، خب قطعا نتایج بهتری هم میاد توی زندگیش. قطعا نتایج بهتری میاد توی زندگیش. ببینید بچه‌ها، این روزا ما هممون توی سوار یک کشتی هستیم. هممون توی کشتی هستیم، کشتی ایرانمون، که همه این مشکلات رو دارم میبینم. منم همین مشکلات رو دارم. منم سوار همین کشتی هستم. اقتصاد به منم فشار میاره. منم واقعا از نظر درآمدی خیلی درآمدم اومده پایین تر. بعضی روزا اصلا فروش ندارم. ولی خب در تلاشم که آروم باشم، داد و بیداد نکنم، در تلاشم که خودم رو یک ریزه آروم نگه دارم، به هر شیوهی که شده با دوستان برم بیرون، یه شب بریم کمپ کنیم، حتی یک شب شام بریم بیرون، یک جایی بشینیم، یه شام برای خودمون درست کنیم. سر قبلی ما رفتیم یه سوسیس درست کردیم اومدیم. اصلا فکر نکن شاید چیزای خیلی عجیب غریبی هم مثلا اونجوری پول دارم که مثلا میرم خرج میکنم میام، نه، چیزای خیلی ساده دم دستی. یه شب شام بریم بیرون درست کنیم بیایم. یه شب با پارتنرم میرم تا یک جایی که یک ریزه آرومتر باشه، خلوت باشه، از هیاهو به دور باشیم، بشینیم یه چیزی بخوریم، یه چیزی درست کنیم، صحبت کنیم، لذت ببریم، برگردیم بیایم و این شرایط سخت رو برای خودمون سخت‌ترش نکنیم با پیگیر کردن هر روزه اخبار، با پیگیر این بودن. من راجع به اخبار اینو بهتون بگم، من سال 85 خبرنگار بودم و خبرنویسی رو من انجام میدادم. اون گوینده خبر، اون متن خبرش رو من مینوشتم، بهش تحویل میدادم. افتضاح هست. هیچ وقت پای اخبار نشینید، هیچ وقت پای اخبار نشینید. اخبار افتضاح است. من به عنوان کسی که بودم توی سیستم خبرنویسی، خبررسانی، واقعا از خودش افتضاح تر هیچ چیزی نیست. من اومدم بیرون از اون کار. من از اون کار اومدم بیرون چون دیدم که چطور داریم منفی ها رو به خورد مردم میدیم. این خیلی افتضاح هست. این خیلی افتضاح است و اصلا چیزی نبود که من بتونم باش ادامه بدم. اولش برام خیلی جالب بود، خیلی رفتم جلو، خیلی با استعداد تمام، با کار و کوشش تمام. من جز جوانترین ها بودم که داشتم این کارا رو میکردم، ولی اصلا نمیتونستم ادامهش بدم. اصلا با روحیاتم سازگار نبود که اینجور بخوام این همه روی منفی ها تاکید کنیم. اخبار، شما اخبار مثبت هیچ وقت نمیبینید. عمرتون، ذهنتون رو پای اخبار اصلا نگذرونید. داشتم اینو میگفتم که من سوار همین کشتی هستم و منم همه این چیزها رو دارم میبینم. منم غذا میخورم، شما هم غذا میخورین. تفاوت اینجاست که وقتی که من غذا میخورم سعی میکنم از اون غذای لذتش رو ببرم. شما نوشیدنی میخورید، منم میخورم، ولی من سعی میکنم بیشتر لذتش رو ببرم، بیشتر طعمهاش رو بچشم، طعمش رو احساس کنم. اگه این نوشیدنی خنک هست، اون خنکیش، اون گوارا بودنش رو احساس کنم. بیشتر توی لحظه حالم زندگی کنم. فردا نمیدونیم چه اتفاق میفته. امیدواریم که فردا آینده‌ای بهتر و درخشان تری داشته باشیم. تلاش میکنم برای زندگی خودم که درآمدم بیشتر باشه، مهربونتر باشم، خوش اخلاقتر باشم. دوست دارم که شما هم همینطوری باشین. دوست دارم شما هم از این فاز و چرخه منفی، حتی چرخه که نه، یک مارپیچ منفیه، اون مسیر منفی، از اون مسیر منفی بیاین بیرون. از قرولند کردن بیاین بیرون، از داد و بیداد کردن بیاین بیرون، از
گرفتارم، نمیتونم هیچ کاری انجام بدم، از اون آروم 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 بیاید بیرون. تو نمیتونی وقتی که تو اوج منفی هستی، تو یک باطلاق هستی، نمیتونی یه دفعه بیای بیرون. باید خودتو پله پله بکشی بیرون، آروم آروم ازش باید بیای بیرون. ببین چی تو زندگی داره بیشتر بهت لذت میده، چی بیشتر احساس آرامش بهت میده، روی همون تمرکز کن، روی همون کار کن، روی همون بیشتر کار کن، بیشتر ازش لذت ببر. اگه بودن با پارتنرت، با همسرت بهت لذت میده، بیشتر باش وقت بگذرون. اگه دیدن یه فیلم سینمایی بهت لذت میده، بیشتر برو فیلم ببین. اگر که خوردن یه نوشیدن بهت بیشتر حال میده، برو بیشتر بخور. ولی آروم باش و سپاسگزار باش. سپاسگزار باش و دنبال این باش که اون لذت رو بیشترش کنی. سپاسگزار باشیم، لذت بیشتری ببریم و توی خودمون رو توی یک چرخه مثبت بذاریم، توی یک مسیر مثبت باشیم. وقتی که از یک چیز کوچولو احساس آرامش کنی، ذهنت آروم باشه، تو بهتر میتونی خلق کنی، بهتر میتونی تصمیم بگیری، نتایج بهتری به دست میاری. تو زمانی که داری داد و بیداد میکنی، تو زمانی که داری فقط و فقط از خودت منفی ها رو ساطع میکنی، آروم آروم خودمون رو وارد یک فاز مثبت کنیم، آروم آروم خودمون رو بشناسیم، آروم آروم اون چیزهایی که داره به اون لذت میده. یک سری چیزها وجود داره، یعنی اینجور نیست که خیلی ها میگن خب من باید برای چی سپاسگزاری کنم، من برای چی باید خوشحال باشم. وضع منو ببین. همونی که میگه وضع من رو ببین، خب تو داری غذا میخوری، بابت هم اون غذای بدمزه‌ای که نیست، غذای خوشمزه‌ای است که داری میخوری. بالاخره خودت درستش کردی، مادرت درست کرده، همسرت درست کرده، پارتنرت بعد درست کرده، یک نفری از رستوران خریدی، از یک جای داری اینو، یک نفر این درستش کرده که تلاش خودش رو کرده که اون غذا خوشمزه باشه. تو میتونی از همون سپاسگزاری کنی. تو داری یه لیوان آب خنک میخوری، از هوا گرمه، از بیرون اومدی یه لیوان آب خنک داری میخوری، آخیش چقدر خوب بود، چقدر لذت داد، چقدر حال داد بهم. از همین ها باید شروع کنی. تو نمیتونی بگی اوکی تانکس گاد، من ممنونم کائنات یونیورس، از تو متشکرم که این n میلیون تومن پول تو حسابم دارم، در حالی که ندارم. در حالی که ندارم مغزت باور نمیکنه. تو نمیتونی بیای سپاسگزاری های فیک کنی، ولی یه سری سپاسگزاری واقعی هستن. اگه یه نخ سیگار داره بهت حال میده، واقعا لذتش رو ببر با اعماق وجود. مثل چندلر بینگ سیگار بکش توی فرندز، اسطوره‌ای بود واسه سیگار کشیدن. من هیچ وقت سیگار نکشیدم، ولی اون فیلمی بود که میتونست منو سیگاری کنه. آره. و آروم باشیم، خودمون رو وارد مسیر مثبت کنیم. وقتی که وارد مسیر مثبت بشی، هر اتفاق بدی هم که برات بیفته میتونی از توش یک چیز مثبت بکشی. لااقل آرومی، لااقل داد و بیداد نمی کنی. ببینید یه سری چیزا واسه همه آدما تو زندگی، اصلا آدمی نیست که مریض نشه. امروز شنبه است، دیروز من خودم حالم بد بود، از 6 صبح معده درد داشتم تا 7 بعد از ظهر. 3 بار رفتم دکتر تو خوب شدم. 3 تا دکتر مختلف من رفتم. انقدر که درد معده داشتم، انقدر که درد معده داشتم، ولی جایی برای داد و بیداد کردن نیست. ممنونم دنیا، ممنونم که الان در زمانی دارم زندگی میکنم که کمک پزشکی هست و من رو خوب کرد. و اگه 50 سال پیش همچین اتفاقی برای من میافتاد، اون حجم از سوزش معده، چجوری باید خوب میشدم؟ تهشی بوده که میخواستی آویشن نعنا بابونه یه همچین چیز بخوری دیگه. تهش همین بوده. من با درد امروزم که 2 تا سوزن زدم، 4 تا قرص خوردم، شربت خوردم،
تا در نهایت رفتم سرم زدم و منو خوب کرده، من واقعا ممنونم که تو همچین لحظه ای از دنیا دارم زندگی میکنم که درد من رو تونستن درمان کنن. فرعون با اون عظمتش از درد دندون مرد. یکی از فراعنه به خاطر درد دندونش مرده. وقتی که الان اون مومیاییش رو اومدن چک کردن، بررسی کردن تو چرا مردی، دندون نداشت، درد دندون. ولی امروز ما میریم دندون پزشکی، دندونمون رو خوب میکنیم، به زندگیمون ادامه میدیم، دیگه دردش رو دیگه احساس نمیکنیم. خب اینا خیلی مهمه. اینا چیزایی هست که باید ببینیمش. اینا چیزایی هست که باید ببینیم که با من تو این عصری که همین الانش با همه افتضاحایی که تو زندگیمون هست که داریم زندگی میکنیم، هنوز خیلی چیزا برای سپاسگزاری داریم. خیلی چیزها هست برای سپاسگزاری، خیلی چیزها هست برای شاد زندگی کردن، برای خوشحال زندگی کردن. من نمیگم نباید تلاش کنیم، نه زندگیمون گل و بل، نه اصلا زندگیمون گل و بلبل نیست، ولی روحیه خودمون رو باید حفظ کنیم برای یک زندگی بهتر. روحیه خودمون رو باید حفظ کنیم، تن خودمون رو باید سالم نگه داریم برای یک زندگی بهتر. خب تویی که استرس میگیری، تویی که ناراحت میشی، این رو فیزیولوژی بدن تاثیر میذاره. یه چیز کاملا مشخصیه. استرس اسید معده رو میبره بالا، کاملا طبیعی، واسه همه آدمای دنیا همین هست، ژنتیکمون اینجوریه. یه کتاب هست اسمش یادم رفت، یه کتاب خوندم راجع به اینه که کدوم غده چی ترشح میکنه وقتی که تو دچار احساسهای مختلفی هستی. وقتی که شادی چی ترشح میشه، وقتی که ناراحتی، وقتی که استرس داری، وقتی که غمگینی، وقتی که گریه میکنی، و این رو کدوم قسمت از بدن تو تاثیر میذاره. اسم کتابا تو دیسکریپشن مینویسمش، پیداش کنم میارم مینویسمش حتما براتون. یک کتاب خیلی کوچیکیه ولی کتاب فوق العاده خوبیه، فوق العاده کتاب خوبی است. بذار برم بیارمش ببینیش. رفتم گشتم ندیدمش کتاب، نمیدونم چیکارش شده، تو کتابم نمیبینمش. ولی خب نتیجهش حالا به هر حال شاد باشی، زندگیت شادی به روی تو بیشتر میاد و یه چیز انتخابیه. وقتی که تو ویدیوهای قبلی گفته بودن که لذت یه قطب نمای تکامل هست دیگه. تو اگه میخوای کامل بشی، یک انسان ناراحت نمیتونه به تکامل برسه، اون انسان حذف میشه. خودت رو حذف نکن از زندگی، خودت رو باور داشته باش. باور داشته باش که تو هم میتونی موفق باشی، باور داشته باش که میتونی شاد زندگی کنی و اینکه ما اومدیم که شاد زندگی کنیم. ما این دنیا رو انتخاب کردیم که لذت ببریم. ما این دنیا رو انتخاب کردیم برای شادی هاش، برای این همه لذت هایی که تو دنیا وجود داره. ولی ذهنمون همیشه مقابله میکنه با این. ذهنت میگرده وقتی که صبح با ناراحتی از خواب بیدار بشی، یه اتفاق بدی که برات بیفته، میگه آه ببین دنیا همینقدر نابود کننده است، دنیا همینقدر ناراحت کننده است. یه اتفاق بعد نمیتونی تصمیم بگیری، تصمیم خوب نمیتونی بگیری، تو رانندگیت عجله میکنی، یه اتفاق بد میفته، آه ببین اینم یکی دیگه، آه ببین اینم یکی دیگه. و همین جوری بدی ها رو همین جوری جلوی راه خودت میذاری. خودت هستی که داری تصمیم میگیری. با این سبک زندگیت داری زندگی خودت رو دو دستی نابود میکنی. زندگی خودت رو داری هدر میدی، نابودش میکنی، در حالی که تو فقط و فقط میتونی یه ذره آرومتر باشی. عموم افراد دیدین ما از چراغ قرمز رد میشیم، خیلی ساده، کافی تو سوار موتور باشی یا پیاده باشی. معدود هستن واقعا، به نسبت بخوایم بگیریم شاید 5% 10% جامعه هستن که وای میستن پشت چراغ قرمز. من همیشه مثالم واسه بچه ها اینه، میگم که اگه 4 صبح رسیدی پشت یه چراغ قرمزی که هیچ کسی پشت اون چراغ قرمزی نیست و هیچ گونه دوربینی هم نیست که تو رو خلاف تو رو ثبت کنه، آیا اون چراغ قرمز رو ردش میکنی یا نمیکنی؟
یه قانون گفته آقا جان چرا قرمز رد نکن، الان 4 صبح، هیچ کسی هم نیست، هیچ کسی هم تو رو جریمه نمیکنه، باز ردش میکنی یا نمیکنی؟ اکثر آدما میگن ما رد میکنیم. تو اخلاق مدار باش، این فقط اخلاقیه که تو به این قانون احترام بذاری. اخلاق مدار بودنه این که آدم خوبی باشی توی هر شرایطی. اگه یک جا دیدی میتونی یک قانونی رو رد کنی، رد نکنی. اینو تو زندگی داشته باش. چرا قرمز رو ردش نکن. زندگی اون هزاران هزار تا چرا قرمز داره، اینا رو رد نکنیم. رد کردنش جز آسیب رسوندن به خودت هیچ چیزی نداره. چرا قرمز زندگی امروزمون بیشتر شده همین اخلاقیات، بیشتر شده رفتارهامون، بیشتر شده طرز تفکرمون. اینا چرا قرمز، اینا رو ما نباید رد کنیم. ما باید وایسیم جلوی اینها، اینا رو رد نکنیم. وای نسیم منفی بافی کنیم، وای نسیم برای خودمون بدی بخوایم. هر روز راجع به بدی ها صحبت میکنیم، میری بازاری راجع به بدی صحبت میکنیم، میری تو اداره همینجور، میری یک جای دیگه دوست رفیق، آره اوضاع خراب، نابود، افتضاح است. از اینا دوری کنیم، بیاید راجع به خوشی ها صحبت کنیم، بیاید راجع به این که چطور بیشتر لذت ببریم صحبت کنیم. قطعاً اینها با اونا که به جایی نرسیدیم، با اون همه صحبت هایی که کردیم جایی هستیم که الان امروز هستیم. حالا سبک زندگیمون رو عوضش کنیم، بیشتر راجع به تفریح، راجع به کار، چجوری پول در بیاریم، چجوری میشه پول بیشتر به دست آورد، چجوری میتونیم مشتری بیشتری داشته باشیم، چجوری میتونیم بهتر زندگی کنیم، چجوری میشه بیشتر لذت برد. با اینها اگر که صحبت کنیم و دنبال اینها باشیم، قطعا زندگیمون بهتره. وارد مسیر مثبت اندیشی بشیم، وارد مسیر لذت بخش بشیم، خودمون رو وارد این مسیر کنیم. و این چیزی نیست که تو یه شبه بتونی انجامش بدی. خیلی آروم آروم فردا اولین چیزی که خوشمزه به دهنت اومد بگو واقعا خوشمزه بود، دوستش داشتم. همین کافیه. بعدش میری یک پله بعدتر، بعدش پله 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 اینجوری. و مسیرت رو جدا کن از این انسان‌هایی که اینجور دارن منفی بافی میکنن، از این انسان‌های عصبی، از این انسان‌هایی که در حال غرق شدن هستن. تو غرق نشو. تو یه جلیقه نجات برای خودت پیدا کن. تو یه جلیقه نجات داشته باش، روی این آب بمون. بالاخره اون کشتی نجات پیدا میشه و تو سوار اون کشتیه میشی. تو هم نجات پیدا میکنی، شک نکن. امیدوارم که موفق باشین، امیدوارم که شاد باشین، امیدوارم که همیشه خندون باشین و توی مسیر شادی و لذت بخش باشین. ممنونم ازتون که تا اینجا با هم بودین.